دولت قطر 11 سال قبل از اینکه ما شروع کنیم یک جلسه ای رو در لندن میگذاره و شرکت‌های دیولوپر و مشاورین بزرگ رو دعوت میکنه. وزیر نفت قطر اونجا صحبت میکنه و پشت تریبون قرار میگیره، دشداششو میگیره، اینطوری تکون میده، میگه من نفتی نیستم، هیچی از نفت نمیدونم، ولی شما بیایید یه میدان مشترک ما داریم با ایران، 8% مال اوناست، 8% مال ما، 16% گاز جهان تو این میدانه. شما بیایید این سیستم رو به گونه‌ای طراحی کنید که وقتی ایرانی‌ها از جنگ و بازسازی خلاص شدن، خواستن بیان چاه بزنن، به لجن بخورن و به آب شور. تمام حضار میخندن، همه میخندن. یه مشاور انگلیسی میگه من طراحی میکنم، شرکت توتال هم میگه منم حاضرم مشارکت کنم. در طراحی اونها میان نزدیک مرز ایران، سکوها رو قرار میدن، احداث میکنن، چاهایی که روی سکوها میزنن برای 165 میلیون فوت مکعب در روز گازدهی داره. 11 سال بعد ما میریم فاز 1 رو، اون موقع آقای مرحوم آقای مهندس ترکان سازمان گسترش بود، من معاونش بودم با آقای کراچیان و آقای شریفی، ما رفتیم لب مرز فاز 1 رو شروع کردیم اجرا کردن. به محض اینکه ما اومدیم لب مرز، توتال اومد کلاه گذاشت سر آقای زنگنه، اومد گفت میدان رو بدید من مطالعات در واقع لرزه‌نگاری 2 بعدی و 3 بعدی انجام بدم، محل چاه‌ها رو براتون تعیین کنم. مطالعاتی که انجام داد اومد فاز 2، 3، 4 و 5 و 6، 7 و 8، 9 و 10 را دورتر از مرز، خیلی دورتر از مرز تعیین کرد. و بعد در تکمیل چاه‌ها هم چون میدان گازی پارس جنوبی ادامه ارتفاعات زاگرسه که میره زیر زمین، در طرف ما 4 لایه هست، لایه K1، K2، K3، K4 و مساحت میدان در طرف ما 3700 کیلومتر مربع است. ولی این میدان مثل نون سنگک ادامه پیدا میکنه، میره تو قطر، باریک و دراز میشه، ولی 2 لایه اونجا داره، 4 لایه نداره. 2 لایه مشترک بین ما و قطر، 2 لایه اختصاصی ماست. طرح تکمیل چاهای فاز 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 رو برای پرفریشن در قسمتی که متعلق فقط به خودمون بود داده بود. اون دلاری که در اختیار ما بود، اون دلاری که مال خودمون بود، از جیب خودمون داشتیم میخوردیم، نه از لایه مشترک. بعدن تو فاز 4 و 5 که ما فهمیدیم، باعث شد تو فازهای دیگه بریم پایین، تو لایه مشترک تولید کنیم. اما فازهای دیگه اینقدر عقب بودن که تاثیرشون روی میدان بر اثر تولید زیاد قطر، افت فشار در طرف قطر ایجاد میشه. این ور که تولید نشده، به خصوص لایه فاز 11 که وسط میدانه، ضخیم‌ترین لایه هست، هم به لحاظ گاز و میانات گازی، هم به لحاظ لایه مشترک نفتی. اونجا توتال قرارداد بست در دور اول وزارت آقای زنگنه، زمین گرفت، 220 هکتار نیومد. بعدش که آقای وزیری هامانه و آقای نوذری و آقای میرکاظمی بودن، بازم نیومد. دوباره آقای زنگنه که اومد دوباره قرارداد جدید بست، گفت من باید سکوهای بزرگ بیارم فشار افزایی بکنم. بعد رفت اون ور قرارداد رو برد پیش امیر قطر. امیر قطر قانونی وضع کرده بود که 15 سال به موازات مرز ایران دیگه چاه نزنن. آقا چه نشستی؟ اینا با من قرارداد بستن، من برم اون ور سکوهای 20000 تنی بزنم، کمپرسور بزنم، تولید زیاد بکنم، در واقع گاز شما مکیده میشه میره طرف ایران. اجازه گرفتن 300 چاه دیگه به موازات مرز ما بزنن و الان دارن حفاری میکنن. قطر 77 میلیون تن LNG تولید میکرد، Liquefied Natural Gas، و صادر میکرد به اروپا. 100 تا کشتی LNG بر سفارش داد، تولیدش رسون به 110 میلیون تن در سال. الان تولیدات داره میرسونه به 125 میلیون تن در سال که کل انرژی گازی اروپا رو تامین کنه. استیفای بلاجهتی که قطر از ایران کرده بابت مهاجرت روزی حداقل 1 میلیارد فوت مکعب گاز، 40,000 بشکه میانات گازی و در میدان لایه نفتی مشترک اون 2.5 میلیارد بشکه تا حالا تولید کرده. ما 50 میلیون بشکه، 50 میلیون بشکه در مقابل 2.5 میلیارد بشکه.
ثروتی که قطر به دست آورده از این میدان، چون بزرگترین درآمدش از همین میدانه، عدد بسیار بالاییه. اونا زودتر، بیشتر، جسورانه تر، یک طرفه ناجوان مردان برداشت کردن و دارن میکنن. ما 11 سال دیرتر، دورتر از مرز، چندین سال تو لایه‌های فقط متعلق به خودمون، بعدم که دوزاریمون افتاده و فهمیدیم و آگاه شدیم، از لایه‌های مشترک برداشت میکنیم، خیلی از مرز فاصله داره. یکی از فجایعی است که برای ما توتال به وجود آورده. توتال اونور خودش به صورت پروداکشن شیرینگ روبروی فاز 11 هست و بالاترین میزان تولید گاز و میانات گازی و نفت از لایه مشترک رو توتال به عهده داره. بنابراین توتالی که 36% آمریکاییه و 26% فرانسویه، یک غارت و چپاول بی حد و حصری رو از طرف ایران انجام دادن. 2.5 میلیارد بشکه نفت، حجم بالای میانات گازی و روزی حداقل 1 میلیارد فوت مکعب گاز در مدت 15-16 سال گذشته.